همکارم خیرومون بقازاده روزی اولی نشستی ورشاور را جمع بست کرد. روزهای آینده قرار است تحقیقات نوی حامیان حقوق درباره ناپدیدشوی مجبوری در تاجیکستان معرفی شود. آن را استیو سویردلوف، یک فعال حقوق بشر و گروه حامی حقوق انسان آماده کرده است. سویردلوف پیش از برنامه با رجای آزادی صحبت داشت. نخست از او درباره سبب راه آوردنش به این موضوع پرسیدیم. 3 سال پیش سازمان امنیت و همکاری در اروپا به قرار رسید که مفهوم شکنجه را وسیع‌تر شرح داده، حالتهای ناپدیدشوی مجبوری را هم به آن وارد کند. این حادثه زمانی روی می‌دهد که مقامات شخص را حبس یا محکوم می‌کنند و مدت او را نشان نمی‌دهند و نمی‌گویند که کجا است. ما نمی‌دانیم که او کجا است، با کی در معاشرت است و مورد شکنجه قرار دارد یا نه. در حالتهای بدترین ما دیگر او را نمی‌بینیم، هرچند اطلاعی رسمی درباره زنده یا مرده بودنش هم می‌تواند نشر نشود. این حالت را در مثال احسان آدینایوف، فعال گروه 24 دیدیم، وقتی سال 2015 در سنت پترزبورگ ناپدید شد. این نمونه برجسته این پدیده است. ما قرار کردیم که این مسئله را در تاجیکستان آموزیم، چون که چنین یک تحقیقات تا حال نبود و تاجیکستان هم در میان آخرین کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا است که تا حال اعلامیه بین المللی دفاع انسان از ناپدیدشوی مجبوری را امضا نکرده است. ما دعوت میکنیم که این سند را امضا و تصویب کند. سوال دیگر از استیو سویردلوف این بود که چرا حادثه های ناپدیدشوی را در تاجیکستان به 3 مرحله جدا کرده است؟ از سال 2002 تا 2012 دوره اول است، بعد از جنگ داخلی. این زمان بسیار مهم آغاز فشار به مخالفان سیاسی است که از قضیه های ناپدیدشوی محمد روزی اسکندروف، نظام خان جورایوف، شمس الدین شمس‌الدینوف شروع می شود. مقامات می شود گفت که در این دوره راه ناپدیدشوی انسان را یاد گرفتند. استالین گفته است که انسان نباشد مشکل هم نیست. در این دوره مقامات دیدند که جامعه بین المللی چندان زیاد گپ نمیزند و چیزی زیاد را نمی بیند. این یک وسیله بسیار مناسب و مفید سرکوب‌های سیاسی شد. زمینه گذار مرحله دوم شد. مرحله دوم سالهای 2012 تا 2022 را در بر میگیرد و در این دوره مثالها خیلی مختلفند. محقق الکساندر صادقوف وقتی تحقیقات در پامیر ناپدید شد، بسیاری از فعالان گروه 24 و هم اعضای عائله‌های حزب نهضت اسلامی هم بودند. اسم گزارش ما او برای آزادی جان داد اقتباس از مادر احسان آدینایوف است. وقتی من با او مصاحبه کردم، او گفت که پسرش برای آزادی و فعالیت صلح‌آمیز سیاسیش جان داد. و مرحله سوم این بحران پامیر است. متاسفانه سال 2022 این حادثه ها پیوسته رخ میداد و برای مقامات این یک حالت عادی بود که یک نفر ناپدید شود یا او را مدت در انزوا نگاه دارند و مقامات از این وسیله تقریبا در هر حالتی وابسته به حبس فعال پامیری ها استفاده کردند. آنها مدت ناپدید شده بعداً در مرافع دادگاهی دیده شدند و الکی امکان تحلیل حرف آنها و اتهام‌های ضد آنها وجود نداشت. چون این حالت‌ها به منفیت مرافعه‌های پرمشکلی دادگاهی است که همیشه به نقض حقوق انسان دست می‌زنند. از این رو ما از مقامات در تاجیکستان دعوت می‌کنیم که اعلامیه بین المللی حفظ انسان‌ها را از ناپدیدشوی‌های مجبوری امضا و قبول کنند. بیننده عزیز، همکاران ما نشستی ورشاور را پیگیری دارند و در برنامه‌های آینده گزارش‌های مفصل